سلام، مهدی پیرزاده هستم. من تو این ویدیو قرار به شما آموزش بدم که چطوری یه عکس ساده رو تبدیل بکنیم به عکس سه‌بعدی با استفاده از هوش مصنوعی. در این چنل من به صورت کامل آموزش‌هایی درباره هوش مصنوعی و روش سرچ در اون رو به شما یاد میدم. و اگرم که نظری دارین که یعنی چجور آموزشی بدم و به چه شکلی باشه، حتما کامنت بکنین و ویدیو هم لایک بکنین. الان میخوام بهتون یاد بدم که چطوری عکستون رو تبدیل به عکس انیمیشنی بکنین. وارد چت جی پی تی میشیم. اگر که از قبل حالا داشته باشینش خب نیازی نیست ایمیلتون و رمزتون رو بدین. اگرم خب نباشه میتونین از طریق لاگین این کار انجام بدین یا بزنین که با استفاده از گوگل، بعد حالا اونجا جیمیلتون و رمزش رو بزنید و وارد شید. اول عکس حالا مورد نظر رو انتخاب میکنیم با استفاده از یه علامت به اضافه‌ای که سمت چپ اون چتمون هستش روی فوتو میزنیم، یه عکس رو انتخاب میکنیم، اد رو میزنیم و میتونیم یکی از جمله‌ای که بنویسیم اینه: این عکس من رو تبدیل به یعنی عکس انیمیشنی بکن. الان توی گتین استارت، یعنی داره کم کم شروع میکنه که عکسمون رو حالت انیمیشنی بهش بده. به خاطر اینکه تایم ویدیو خیلی زیاد نشه من اینجا رو پاز میکنم و بعد از اینکه حالا برام عکس رو فرستاد بهتون نشونش میدم. من الان سرچ کردم بار اول که به صورت انیمیشنی برام نمایش بده، یعنی خودم تبدیل کنم به صورت نمایشی که این عکس هستش و بعدش گفتم خب به صورت سه‌بعدی هم برام انجامش بده که نتیجه شد این یکی عکسه. و اگر که آموزش دیگه‌ای در هر حوزه دیگه درباره چت جی پی تی خواستین داخل کامنت ها بهم بگین که من اونو انجام بدم و حتما چنل منم سابسکرایب کنید و لایک کنید.